خب سلام، که با هم بازی اوتو بازی کنیم بعد از تجربه حالا اون یکی بازی که It با Takes هم Two. انجام داده بودیم. ای تکس تو. آره تکسو بود، ولی فکر کنم باید یه دور دیگه بازی کنیم، بعد ویدیوش هم بذاریم. بازی جالبی بود، من خیلی دوست داشتم بازی رو. آره خوبی حالا بازی این بود که دو تا شخصیت داشت و میتونستی که با هم دیگه بازی میکنی، دفعه بعد که خواستی بازی کن اون یکی شخصیت رو بازی کنی، چون این هم همینطوره. اوت هم میتونی یه بار دیگه اون یکی شخصیت رو بازی کنی، چون کارهایی که میخواه انجام بدن و در طول بازی انجام میدن با هم دیگه فرق میکنن، وظایفشون فرق میکنه. اگه بتونیم رد کنیم بره خوبه که نه فکر نکنم، چون حالا این تجربه بازیه، داستان اولش باید بیاد. باشه. خب فرار از زندانه دیگه، درسته؟ آره باید بریم احتمالاً اینجا. باید این باشه. آره الان داره تو رو نشون میده. اوکی. من دستم خرابه بازی کنم، اصلا جهت علکی میره خودش. تو الان با سابقه زندان اینجایی. من جدیدم آشخورم. آره مثل این که من از قبل کارم کشیده بودم. قیافش هم چقدر داغونه. سلام. نه تو نیستی، فکرم تویی. نه الان منو دیدی قیافش خیلی داغونه. این دارم میبینم توی تصویر تو رو. این یارو اعصابش خورد بود، اومد باهاش حرف زد، گفت ناراحت نباش برادر، از اقتصادی همه خرابه. تو ایرانه؟ آره قزل ساره. What is it you know about this place? It's bad news, man. Bad fucking news. Really? You serious? Worst mistake of my life getting my ass chucked in here. The worst mistake. Hey, what's up with you? ای سرکار چطوری؟ I'm telling you, best day ever. What? I got all my shit got stolen and my parole got denied. Sucks to be you. چرا بول میدی؟ They look great. بزن در گوشت. Asshole. Stand still. You're clear. خب زندان که فکر نکنم، من نرفتم، تو هم احتمالا نرفتی دیگه. ای بابا یارو دارن لخ میکنن. ای با خب این قسمت رو بعد مثبت 18 رو کات کن. آره ادویستوری میخوره. فکر میکنم باید حالا به یه سری نکات دقت کنیم. هم خب احتمالاً که دیگه نه قطعا بازیه فرار از زندان. ای بابا تصاویر الان مزدکی من رو تو نشون تصویر میدن. میبینی؟
آره شه کاملشون دادم از این. اوه حواسم نبود چی شد؟ بابا یارو کامل نشون داد اصلا. ای بابا بعد برای خودم کاتش نکن. میخوای چیکار؟ باید با شخصیت ها وارد چیز بشیم دیگه، جزئیاتشون رو ببینیم. گرفتم. من دارم از بالا تو رو میبینم، بالا رو اه. اگه نگاه کنیم منو میبینی. من فعلا رو حالت سینماتیکم. When are we allowed visitors in here? دارم میپرسه که میتونیم ملاقات داشته باشیم. گفت برو ببین بابا. Any other questions? Good. Welcome to your new home. You heard him, man. Move out. We don't have all day. Go, 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 go. بیا دنبالم. از راه پله ها بیا بالا. حاجی یوتیوب گیر نده به این صحنه‌های این بازی یه وقت. حاجی کاتش کن فایده نداره این. خب میخوام به زبون زندونیا هم باید یاد بگیریم دیگه. آره. باید از این به بعد رو ساب هم واتساپ میشه ساب. ساب برو. ساب الان اومدی تو بغلی من. خیلی یه هواخوری مشتی و Leo. What? Someone wants to talk to you. Yeah? Who? I don't know, man. It's over there. That's all I know. میگه یکی میخواد با حرف بزنه. آره میگه کی؟ میگه نمیدونم، فقط اونجا وایستاده و ببینم کیه. منم. نه من نیستم. You okay? I'm so depressed. I can't sleep. پایین نگاه کنی منو میبینی. Shy couldn't sleep. What? Think about it. Half the time someone gets killed, it's in their sleep. Yeah. Guess that's true. Like I said, you're the lucky one. Never thought about it that way. بیا اینجا رو نیمکت بشین. رو نیمکت بشین تا من بیام پیشته. میتونم؟ ببینم. میبینی من دارم چیز میرم. آره میبینم. ببینم چجوری میتونم. یه راه پله اینجا هست. تو اینجا بتونم بیام پیشت. یا نه نمیشه. So, first day at school? با بچه ها آشنا شد تا من. Take a look around. If you see any ladies. Let me go. It's time to play. The fuck do you want? It's not about what I want. اونجا وسط داری دعوا میکنی. الان منم میام. That piece آره من گرفتم. he might be outside, but he still pays me good, huh? Fact is, he pays me really good to kill you, and I don't really like it. So it's a win-win situation for me. به دیالوگاشون دقت کنید ببینید چی میگن. بعد آره. فرستادن دعوا. ریشاشون چقدر قیافه هاشون بده. ماشاءالله. چه کله ای زده. با من شخصیتی هم که خیلی کتک میخوره. بابا خوب میزنی. نه منم دارم میزنم. ماشاءالله.
خب بازی احتمالا چون خیلی بیشتر بازی چطور بهش میگم مثلا اهل زد و خورد و دعوا و اینا نیست. حالا برای همین خیلی این قسمتاش خوب کار نشده ها. آره به نظرم طبیعی جالب هم. نبود. آخه این یارو مثلا به من حس مهندس بودن داد. مثلا بعد یه نفر اینجوری بزنه، این که از گذشته این آدم خبری هم نداریم، یکم سخت ارتباط برقرار کردن. کاش مثلا داستانی یه جوری بود از قبل میدونستیم این کیه، چه جوری اومده اینجا. حالا شاید جلوتر تعریف کنم واسم، ولی الان یه خورده ارتباط با این کاراکتر سخته. آره حالا احتمالا شاید با هم دیگه در مورد گذشتهشون حرف بزنن که حالا چرا اصلا اینجا هستن. Here you go. Come on, I don't got all day. All right, thanks. Next. فکر کنم الان میتونیم بریم روی یه میز بشینیم، نه؟ آره با الان همدیگه احتمالا دیگه باید یه جای با هم آشنا شیم نه. دیگه. How about you two lovebirds have a chat somewhere else? I want to eat. Hey, is someone talking? No? Mm-mm. I don't hear anyone. Me neither. اوه Me now? Hey, what the hell are you doing? Fuck with me when I'm hungry. این حالا بعد از یه اتفاق احتمالا جنگ چیز شدن. What do you think this is? A goddamn restaurant? اوه یارو دوباره اومد بزنه ها. کثافت. آره این گفت پشتتو نگاه کن. حالا چیکار کنم من این هر آره من دقیقه دارم میام میخواد کمک، بیاد. من دارم میام کمک. خب فکر نکنم بتونی کنم. آره اومدم بابا. ستونم سینیو زی سر من. ای بابا. Here, take this. اوه نامردی باشه. میگه عقب بیا. چقدر بیادبم. الان این زندانبانا کجاست؟ یارو با چاقو اومده افتاده جون ما. اومدم. اسمشون آور ای بابا. من اوه یا خدا کش یارو. طرف فکر کنم آینده برای خودش رد داده متصور انتظار نبود نداشت دیگه. از تو کتک بخوره. ای بابا. تازه یارو شانس آورد ما سنگ نزدیکمون نبود وگرنه آره. خب دیگه فکر کنم همه فهمیدن که داریم فارسی حرف میزنیم وگرنه. او یاد چیز افتادم. یاد پریزن بریک آره سریاله. اونم حالا از تو درمانگاه داشت فرار میکرد برنامه ریزی میکرد. آره بعید نیست این هم روی همینطوری باشه. شاید هم آره. کلا من خیلی شنیدم که مثلا زندانیا خودشونو زخم میکنن بعد مثلا میرن بیمارستان و حالا بیمارستان زندان بعد از اونجا مثلا مرخصی میگیرن یا چنین چیزی. نمیدونم. Let's just say it's a long story. بذار ببین چی میگن. Could you do me a favor? Like what? There's something I need. What's that exactly? Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it, that's all.
میگه که یه چیزی نیاز دارن. گفت چیه؟ گفت که خیلی ساده است، هوامو داشته باش. فکر کنم الان دیگه دارن ارتباط رو با هم برقرار میکنن. Gonna blow that up in the hole. Well, I don't have a choice. All right, I'll help you. Just don't get caught. Okay. Keep your eyes sharp. حالا یه صحبتی کردم، بعد این قبول کرد. اینم گفت حواست تیز به من باشه، میخوام برم یه حرکت بزنم. Okay, I'll distract the nurse. Just watch out for her. تو فکر کنم باید بری چیزی برداری. آره من میخوام برم حواس مخفی شده. پرستاره رو گفت تو پرت کن. آره من حواس پرستار رو پرت میکنم، تو قرار بری یه کاری بکنی. آره خب از اون ورم مثل این که من میخوام چیز رو بردارم. بشینی. آره میخوام برم Have some water, please. Sure. Thanks. برو چیز رو جلو. بردارم. چرا وایسادی؟ خب ماموره اونجاست، پرستاره هم اینجاست. Here you go. I hope I'm not bothering you. Of course not. It's my job. Shit, Vincent needs to do something about the So, how'd you end up working in prison? I've lived nearby my whole life, so it just kind of made sense. چیزی رو ببینم چی میشه. You look a bit pale. Something wrong? No, nothing's wrong. I'm fine. من الان باید چیزی رو ناک بزنم. الان حواس پلیس رو پرت میکنم. تو برو. عالی. بدوز اینو بدوز. آره خب باید Anything else? پرستاره میخواد بره هجوم. بذار بره. نه من- کجا بره؟ باید من تو الان حواسش دارم پیش منو منه. میبینه. تو حواسش پیش منه، تو باید بری رو تخت. نگاه من الان اگه بیام Place it. I mean, it feels like it's all over, you know? منو میبینه احتمالا. Let me know when you can be more specific. وایسا. خب بیا. فکر کنم نمیبینه، جلوش بسته است. تا تو این حالت تو باید بیای. بیا. های چو فکر کنم باید بیای الان رو تخته. اوکیه. خب نمیبینه. بیا. اوکی. بیسیمو برداشت ها؟ نه پیچ اپیچ بود. کجا جاسازش کرد؟ آها